الحمدلله. توحید ربوبیت چیست؟ برادر مسلمان، یگانه داشتن خداوند در آفرینش کائنات را توحید ربوبیت گویند. یعنی خداوند پروردگار، آفریدگار و مدبر همه چیز است. همه چیز به دست و تصرف اوست و به کمک دیگران ضرورت ندارند. یعنی نه معاون داره و نه وزیر و نه مشاور و نه هم به کس محتاج است، چنانکه خداوند می فرماید وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بگو حمد و سپاس خداوندی را، حمد و سپاس خداوندی راست که برای خود هیچ فرزندی بر نگزیده است و در فرمانروایی جهان شریک انتخاب ننموده است و یاوری به خاطر ناتوانی نداشته است. بنابراین او را به تعظیم یاد کن.